پرونده پیچیده بود. قطعات پازل هیچ جور کنار هم دیگه قرار نمی گرفتن. مدتی بود مامورای کلانتری 112 مشهد پیکر سوخته‌ای رو اطراف شهر پیدا کرده بودن که مجهول الهویه بود. فقط مشخص بود که مربوط به یه مرد جوونه. اما اطلاعات دیگه وجود نداشت و فقط تنها نشونه‌ای که باقی مونده بود لباس سبز و قرمزی بود که تیکه های اون روی تنش به چشم می‌خورد. سلام دوستان، به کانال جناییگرام خوش اومدید. شما بیننده و شنونده یه پرونده دیگه از سری پرونده‌های جنایی ایرانی هستید. لطفاً همین ابتدای پرونده ویدیومون رو لایک کنید، چون این کار باعث میشه این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه و افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشید. اولین ساعتهای صبح روز 18 تیر ماه سال 1403 دو تا مرد میان سال به اداره آگاهی مشهد مراجعه میکنن و خبر از ناپدید شدن خانواده‌ای رو میدن که 7-8 ماه ازشون خبری ندارن. این دو تا مرد هر دو پدر بزرگ این خانواده هستن و اونجوری که خودشون میگن به خاطر اختلافای خانوادگی هیچ کدوم با بچه‌هاشون رفت و آمد ندارن. اونا به طور اتفاقی و با تماسی که از طرف صاحبخونه حسین و فاطمه یعنی فرزنداشون با اونا گرفته شده متوجه شدن که از بهمن ماه سال گذشته یعنی حدود 6 ماه پیش هیچ خبری از فرزنداشون نیست و فاطمه و حسین همراه دو تا فرزند 4 ساله و 18 ماه ناپدید شدن. با شنیدن این خبر هر دو به خونه حسین و فاطمه میرن، ولی اونجوری که مشخصه ماه هاست کسی توی این خونه زندگی نمیکنه. با دیدن این وضعیت اون دوتا تصمیم میگیرن به اداره آگاهی بیان و ماجرا رو به پلیس گزارش بدن. مرد میان سالی که اسمش داوود و پدر فاطمه است میگه دخترم فاطمه با شوهرش حسین زندگی میکردن، اما ما از چند ماه قبل تا امروز که 18 تیره به خونه دخترم نرفتیم و خبری هم از اونا نداریم. مرد میان سال دیگه هم خودشو مرتضی و پدر حسین معرفی میکنه و میگه منم به خاطر همین اختلافات خانوادگی خونه پسرم نمی اومدم. امروز صبح آقا داوود با من تماس گرفت و پرسید که از بچه‌ها خبری دارم یا نه. منم که بی خبر بودم گفتم نه. حدود 8 ماه هیچ خبری ازشون ندارم. آقا داوود گفت صاحبخونه حسین تماس گرفته و گفته بچه‌ها از بهمن ماه سال گذشته ناپدید شدن و هیچ خبری ازشون نیست. اجاره خونه رو هم پرداخت نکردن و تلفنشون هم جواب نمیدن. من خیلی از دست پسر و عروسم دلخورم، ولی هرچی باشه بچه‌هامونن و الان که متوجه شدم گم شدن و هیچ کس اطلاعی از اونا نداره نگرانشون شدم. واسه همین همراه پدر عروسم به پلیس آگاهی اومدیم تا شاید با کمک پلیس سر نخی از بچه‌ها پیدا کنیم. کارگاه با شنیدن اظهارات مرتضی و داوود پرونده جنایی روی میزش رو کنار گذاشت تا تحقیق درباره ماجرای گم شدن اعضای این خانواده رو پیگیری کنه. دقایقی بعد با هماهنگی‌های پلیس گروهی از افسرهای انتظامی عازم خیابان شهید کشمیری 16 شدند تا بررسی‌ها رو از خونه حسین و فاطمه شروع کنند. مامورا رسیدن و وارد خونه شدند. خونه و لوازم به هم ریخته بود و کاملا مشخص بود مدت هاست کسی توی این خونه زندگی نمی‌کنه. یه مبل 3 نفرم توی حیاط خونه بود که ظاهرا قسمت‌هایی از اون ماه‌ها پیش شسته شده بود و احتمالاً برای خشک شدن داخل حیاط گذاشته شده بود. توی خونه حسین و فاطمه صحنه‌های مشکوکی توجه نیروهای پلیس رو جلب کرد و با وجود اون صحنه‌ها فرضیه‌های مختلفی برای ناپدید شدن اعضای خانواده مطرح شد. تا اینکه در حین این جستجو لکه‌های قهوه‌ای رنگی روی دیوار پذیرایی خونه دیده شد که تحقیقات مقدماتی رو وارد مرحله جدیدی کرد. بررسی اولیه انجام شد و خونه حسین و فاطمه به وسیله پلیس پلم شد. ماجرای این لکه ها موضوع مهمی بود که فرضیه قتل اعضای خانواده را قوت بخشید. حالا پلیس برای بررسی تخصصی تر با امکانات و تجهیزات کامل در صبح روز 19 تیر به همراه گروهی از کارآگاهی زبده اداره آگاهی با هدایت مستقیم بازپرس جنایی مشهد مجددا به خونه حسین و فاطمه رفتن و به همراه گروهی تخصصی بررسی صحنه جرم تحقیقات جنایی را ادامه دادند. به هم ریختگی لوازم خونه نشون میداد که درگیری عجیبی توی خونه اتفاق افتاده. حتی احتمال دزدی و چیزهای دیگه هم وجود داشت. توی بررسی تخصصی لکه‌های دیگه‌ای هم زیر میز عسلی هم پیدا شد که وسط پذیرایی خونه افتاده بود. از اول ورود نیروهای پلیس به خونه بوی تعفن آزاردهنده‌ای می اومد که هنوز منشأ اون پیدا نشده بود. اما با بررسی آشپزخونه مشخص شد یه مقدار غذای باقی مونده توی قابلمه داخل سینک ظرفشویی فاسد شده و بوی آزاردهنده اون کل فضای خونه رو پر کرده. یه گوشه آشپزخونه هم یه سفره کوچیک پهن بود.
با تعدادی بشقاب و نون خورده و لیوانی که مورچه ها دور اون پر شده بودن. همه این موارد نشون میداد مدت زمان طولانیه که کسی توی این خونه نیست و بیش از 6 ماهی که اعضای این خانواده اینجا زندگی نمیکنن. حالا پرونده جنایی دیگه‌ای مقابل کارآگاه قرار گرفته بود که ابهامات زیادی توی اون وجود داشت. نمونه برداری از لکه‌های به دست اومده خونه حسین شروع شد و مشخص شد لکه‌های نمونه برداری شده همه مربوط به انسان هستند. طولی نکشید که افسر پرونده ادامه تحقیقات میدانی رو به عهده گرفت و توی اولین مرحله از بررسی‌های نامحسوسش بازپرس به سراغ صاحبخونه حسین رفت. صاحبخونه میگفت حسین مستاجر خوبی بود و اجاره خونه رو هم هر ماه به صورت منظم پرداخت میکرد. حتی 1 ماه هم نشده بود که اجاره خونه عقب بیفته. اما از اواخر بهمن سال گذشته یعنی سال 1402 دیگه اجاره به حساب من واریز نشد. از اونجا که حسین هیچ وقت بد حسابی نکرده بود احساس کردم شاید دستش خالی و اهمیتی ندادم. اما زمانی که چند ماه گذشت و دیگه هیچ اجاره‌ای به حساب من واریز نشد پیگیر شدم و باش تماس گرفتم. ولی موفق نشدم باش صحبت کنم چون هر زمانی از روز که تماس میگرفتم گوشیش خاموش بود. راستش من بیشتر نگران سلامتیشون بودم تا مبلغ اجاره. بعد 6 ماه که هیچ خبری از اون نشد از طریق قانونی برای تخلیه منزل اقدام کردم. حسین برای من تعریف کرده بود که با مادر پدرش در ارتباط نیستن و با مادر پدر خانومش هم قهرن. ولی حالا که میخواستم خونه رو تخلیه کنم وظیفه خودم دونستم که به پدر مادرشون اطلاع بدم تا اگر خواستم بیان و بالای سر وسایل بچه‌هاشون باشن. این شد که با آقا داوود پدر فاطمه تماس گرفتم و جریان رو گفتم. با این اظهارات مشخص شد که اعضای خانواده حسین حداقل تا بهمن ماه سال گذشته توی خونهشون بودن و اجارهشون هم پرداخت میکردن. ولی بعد از اون دیگه خبری ازشون نبوده. در حین گفتگو با صاحبخونه و اعضای خانواده‌اش دختر صاحبخونه ناگهان ماجرای عجیب دیگه ای رو گفت که بازم فرضیات جدیدتری رو برای پلیس به وجود آورد. اون به افسر تحقیق پرونده گفت ما خیلی نگران فاطمه اینا بودیم. هرچی با شماره تلفن‌هاشون تماس می‌گرفتیم خاموش بودن. اما بعد از چند ماه خرداد امسال به صورت اتفاقی با یکی از شماره تلفن‌های فاطمه که خیلی وقت پیش به من داده بود تماس گرفتم. گوشی زنگ خورد و فاطمه خودش گوشی رو برداشت. ظاهراً شماره من روی این خط فاطمه ذخیره نبود و فاطمه صدای من رو نشناخت. اولش که گوشی رو برداشت هول شدم و گفتم فاطمه خانم خودتونین؟ اولش گفت بله خودمم. شما؟ منم گفتم دختر صاحبخونه‌ام. من یادت رفته؟ چرا اجاره خونه رو نمیدی؟ بعدش حالا حسین آقا و بچه‌هاشون رو پرسیدم. فاطمه همین که فهمید من دختر صاحبخونه‌ام با نگرانی و سراسیمه در حالی که مدام تکرار میکرد خانم اشتباه گرفتی گوشی رو قطع کرد. بعد اونم دیگه گوشیش خاموش شد. حالا دیگه سرنخ مهمی برای کارگاه پیدا شده بود. به فوریت جلسه تجزیه و تحلیل کارشناسی توی اتاق فرماندهی برگزار شد و ردزنی‌های پلیسی با هماهنگی بازپرس ادامه پیدا کرد. در همین حال یکی از دوستای نزدیک حسین به کارگاه گفت حسین نوازنده ارگه. تو عروسی و مجالسی که دعوتش میکنن نوازندگی میکنه. بقیه وقتا هم با ماشین پرایدش مسافرکشی میکنه. ولی من از بهمن ماه سال گذشته هیچ اطلاعی ازش ندارم. اصلا یه غیب ایستاد و هرچی هم رفتم در خونه‌شون کسی درو باز نکرد. همون روزا چند تا مجلس عروسی خوب به من پیشنهاد شده بود که میخواستم نوازندگی اون مراسم‌ها رو بدم به حسین. عروسی‌های پروپیمونی بودن و میدونستم پول خوبی گیرمون میاد. با خوشحالی به حسین تماس گرفتم تا بهش خبر بدم و آدرس و تاریخ دقیق مراسم‌ها رو باهاش چک کنم. موقعیت خوبی بود و میتونستیم دم عیدی بار خودمون رو ببندیم. ولی اون به هیچ وجه جواب تلفنمو نداد. خیلی تعجب کردم. آخه حسین آدم مرتبی بود و از این آدمایی نبود که جواب تلفن نده. اونم تلفن کاری. خیلی نگرانش شدم و کلی هم موقعیت‌های خوب کاری رو به خاطر نبودنش از دست دادم. آخه من و حسین همیشه با هم دیگه بودیم و مشتریان ما دوتا رو کنار هم دیگه می‌خواستن. از بهمن ماه تا الان بیشتر از 1000 بار بهش زنگ زدم. هنوز امیدوارم و فکر می‌کنم شاید جواب تلفنمو بده. اما گوشیش همینطور خاموشه. تحقیقات میدانی از همون سرنخی که دختر صاحبخونه داده بود ادامه پیدا کرد. بررسی تخصصی و فنی روی فاطمه همسر حسین متمرکز شد و مشخص شد که اون زنده است و با یه پسر جوان توی نیشابور در ارتباطه. طولی نکشید که گروهی از مامورای پلیس عازم نیشابور شدن و پسر جوانی که توی آزمایشگاه مشغول به کار بود با یه عملیات غافلگیرانه دستگیر کردن. این جوان 32 ساله اسمش پیامه و توی بازجویی‌های پلیس مشخص شد که مدتی توی خونه اجاره‌ای با فاطمه همسر حسین زندگی میکنه.
کارگاه به سرعت به خونه پیام رفتن و کاملا ناگهانی وارد خونه شدن. فاطمه شوکه شده بود و مات و خیره به کارگاه نگاه میکرد. یه دختر دیگه هم به نام سحر توی خونه بود. ظاهراً اهل یکی از روستاهای اطراف قوچان بود و با دوست پیام ارتباط داشت و مدتی بود به شهر اومده بود و با هم توی خونه پیام زندگی میکردن. لحظه ورود کارگاه‌ها پسر فاطمه توی بغل سحر بود، اما از دختر دیگه اون و حسین خبری نبود. به نظر پلیس شرایط و فضای این خونه بیشتر شبیه خونه‌های تیمی بود که آدمای مختلفی توش زندگی میکنن. به نظر میومد مخصوص روابط نامتعارف باشه. کارگاه با دیدن این خونه ماجرای پرونده رو خیلی پیچیده تر از اونی که تصور میکردن دیدن و به سرعت بازجویی‌های تخصصی رو شروع کردن. فاطمه از همون لحظات اول گفت که مدتی از شوهرش خبر نداره. اون ادامه داد ما خیلی وقت بود که با همدیگه اختلاف داشتیم، تا حدی که تصمیم گرفتم ازش طلاق بگیرم. اون منو طلاق نمیداد و میگفت بچه‌ها این وسط آواره میشن. تا اینکه بالاخره اواخر بهمن پارسال بعد از یه بحث شدید حسین خونه رو ترک کرد. منم همراه دو تا بچه‌ام به نیشابور اومدم و با پیام یه خونه اجاره کردیم. از همون وقتم تا الان اینجا ما هیچ خبری هم از حسین ندارم. فاطمه در ادامه حرفاش گفت من خیلی روحیم خراب بود. اردیبهشت ماه امسال با پیام و بچه‌ها تصمیم گرفتیم بریم مسافرت. رفتیم بابلسر. اونجا یه مسافرخونه اجاره کردیم. اما دخترم مهرسا از همون اول که رسیدیم تب کرد و مریض شد. دکترها گفتن یه بیماری حاده که باید مدتی توی بیمارستان بستری بشه. من و محمد جواد پسر 4 سالم توی بابلسر موندیم و پیام برگشت نیشابور. مهرسا 2 هفته توی بیمارستان بستری بود. اما نتونست دووم بیاره و به خاطر همون مریضی که داشت توی بیمارستان فوت کرد. بعد فوتش هم خودم همراه محمد جواد برگشتم نیشابور. تحقیقات ادامه داشت و حالا راز فوت دخترش هم لابلای بقیه ابهامات پرونده فکر پلیس رو درگیر کرده بود. کارگاه با دستور بازپرس تمام متهمای پرونده رو به مرکز پلیس آگاهی مشهد منتقل کردن و ازشون بازجویی کردن. فاطمه که بعد از چند بار بازجویی توی تنگنای سوالات فنی کارگاه‌ها قرار گرفته بود به تناقض‌گویی افتاد و بالاخره دست از قصه پردازی کشید. اون در حالی که به شدت گریه می‌کرد به جنایتی هولناک و تکون دهنده اعتراف کرد و گفت 1 سال بعد از اینکه از همسر اولم جدا شدم با حسین ازدواج کردم. حسینم یه ازدواج ناموفق داشت و تازه همسر اولیش رو طلاق داده بود. از همون روزهای اول فهمیدیم که توی زندگی مشترک سازش نداریم و نمیتونیم کنار هم دیگه خوشبخت باشیم. خانواده‌مون از همون اول با ازدواجمون مخالفت کردن و گفتن شما دوتا مناسب هم دیگه نیستین. اما ما اصرار کردیم که میخوایم با هم دیگه ازدواج کنیم. بعد از ازدواج به خاطر بحث‌های شدید هر روز پای خانواده به زندگی ما کشیده میشد تا جایی که هر دو خانواده از دست ما خسته شدن و کلا قید ما رو زدن. هر وقت بهشون تلفن می‌کردیم میگفتن ما که گفتیم شما مناسب هم دیگه نیستین. الانم خودتون مشکلات خودتون رو حل کنین و با ما هم تماس نگیرین. بعد اونم دیگه کم کم رابطه‌شون رو با ما قطع کردن. یه روز به خونه پدرم رفتم و به مادرم گفتم که میخوام از حسین جدا بشم. ولی اون با سرزنش‌های زیاد بهم گفت که به هیچ عنوان به طلاق دوم فکر نکنم. مادرم گفت ما توی فامیل آبرو داریم. مگه ازدواج بازیه که هر روز بخوای ازدواج کنی و فوری هم طلاق بگیری؟ ما جواب مردم رو چی باید بدیم؟ نظر مادرم این بود که بچه دار شدن باعث میشه تمام مشکلات یه زندگی مشترک از بین بره و زن و شوهر با هم آشتی کنن. بارها بهم گفته بود که اگه توی ازدواج اولم بچه دار میشدم کارم به طلاق نمیکشید. و به خاطر بهم اصرار کرد که لااقل توی ازدواج دوم بچه بیارم که کارم به طلاق نکشه. مادرم میگفت تو بچه بیار همه مشکلاتتون حل میشه و شوهرت هم به زندگی دلگرم میشه. به خاطر همین یه پسر و یه دختر به دنیا آوردم. اما اختلافات ما همچنان ادامه داشت. حتی بعد از به دنیا آمدن بچه‌ها بدتر هم شده بود. زندگی ما روز به روز بیشتر شبیه جهنم میشد. حسین خیلی بد اخلاق بود و جرئت نداشتم یک کلمه باهاش حرف بزنم. همش داد میزد و دعوا میکرد. بعضی وقتا وسایل خونه رو پرت میکرد این ور اون ور. تمام شکستنی‌های خونه از دست حسین نابود شده بود و من مجبور بودم ظرفای پلاستیکی بخرم تا وسایل کمتر آسیب ببینه. طاقتم تمام شده بود. تصمیم گرفتم هر جوری شده از حسین جدا بشم. اما اون طلاقم نمیداد و من از این شرایط خیلی زجر میکشیدم. تا اینکه بهمن ماه سال گذشته خالم از شهر قوچان اومد خونه ما و گفت که با شوهرش اختلاف داره. الانم قهر کرد و میخواد مدتی با ما زندگی کنه. خالم تو همون هفته اول با عطار محلی که اسمش عادل بود آشنا شد و با اون درد و دل میکرد.
کم کم پای خاله به خونه زندگی عادل کشیده شد و خاله بیشتر وقتا اونجا بود. تمام اتفاقات خونه ما رو هم برای عادل تعریف میکرد. عادل هم به خاله پیشنهاد داده بود که اگه خواهرزادت اینقدر داره اذیت میشه و حسین هم حاضر نیست طلاقش بده، چارش اینه که توی ماشینش چیزی بذاریم که بیفته زندان. اون وقت طبق قانون فاطمه میتونه تقاضای طلاق بده و به راحتی طلاق بگیره. این بود که نقشه‌ای کشیدیم و یه مقدار چیز میزو با کمک عادل تهیه کردیم و تو ماشین حسین جاساز کردیم. بعد از اون عادل به پلیس 110 زنگ زد و به پلیس اطلاع داد که همسایه‌شون ساقیه و الانم توی ماشینش پره. اما پلیس اهمیتی به حرفای عادل نداد. انگار فهمید که ماجرا ساختگی و تیر ما به سنگ خورد. بعد از اون چند باری با حسین بحثای شدید کردیم ولی بازم فایده‌ای نداشت. این بود که از عادل خواستم چند نفر رو جمع کنه و شوهرمو حسابی گوشمالی بدن. اما نمیدونم عادل و دوستاش چیکار کردن که باعث شد حسین جون خودش رو از دست بده و فوت کنه. شب حالا 3 عادل و دوستاش برای گوشمالی دادن حسین اومدن خونمون. عادل همراه یکی از دوستاش وارد خونمون شد. از من و خاله‌ام خواستن تا صدای آهنگو بالا ببریم که همسایه‌ها داد و هوا ما رو نشنون. بعدش هم من و خاله‌ام بچه‌ها رو برداشتیم و رفتیم توی اتاق خواب. همین وقت بود که عادل و دوستش کار حسین رو ساختن. وقتی حسین بی حرکت شد و مطمئن شدیم که فوت کرده، پیکرش رو با کمک عادل و عباس توی صندوق عقب پراید حسین گذاشتیم و به طرف پمپ بنزین حرکت کردیم. عباس دوست عادل وسط راه پیاده شد و رفت. ما هم یه ظرف 4 لیتری بنزین خریدیم و به سمت کمربند سبز مشهد رفتیم. اونجا توی یه کانال توی حاشیه جاده انداختیمش و برای اینکه شناسایی نشه بنزین ریختیم روش. تو همین لحظه کارآگاه فاطمه پرسید که وقتی بردینش به کمربند سبز مشهد چه لباسی تنش بود؟ فاطمه جواب داد لباس زیر سبز و قرمز پوشیده بود. هنوز جمله فاطمه تمام نشده بود که کارآگاه به هم نگاه کردن. باورشون نمیشد که این همون ماجرای پرونده پیچیده‌ایه که ماهاست برای بررسی روی میزشونه. بازپرس به سرعت پرونده پیکر مجهول الهویه رو دوباره بررسی کرد و کاملا مطمئن شد پیکری که 2 اسفند سال 1402 توی کانال خاکی کمربند سبز مشهد کشف شده همون حسین شوهر فاطمه است. با کشف راز این جنایت که در نیمه شب اولین روز اسفند سال گذشته اتفاق افتاده بود، بلافاصله عملیات دستگیری عادل و عباس و خاله فاطمه انجام شد. هر سه متهم با ردزنی‌های اطلاعاتی کارآگاه دستگیر شدند. عادل و عباس تو همون بازجویی اولیه به قتل حسین اعتراف کردند. پیگیری‌های لازم در مورد مرسام انجام شد و مشخص شد گفته‌های فاطمه درست بوده. صحنه‌های این اتفاق ترسناک بازسازی شد و متهم‌ها تا روز دادگاه راهی زندان شدند. هنوز جلسه دادگاه این متهم‌ها برگزار نشده و پرونده توی نوبت رسیدگی قرار داره. در حال حاضرم تمامی متهم‌ها داخل زندانند. ممنون ازتون که تا این لحظه همراهمون بودین. حتما نظراتتون رو پایین همین ویدیو برامون بنویسین. اگرم تا الان عضو کانالمون نشدین با لایک و سابسکرایب ازمون حمایت کنین. شما میتونید با ارسال اتفاقاتی که برای شما یا اطرافیانتون افتاده به ما در ساختن ویدیوهای جدید کمک کنید. تا بررسی پرونده جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتونم باشین.